با عرض سلام خدمت دوستان. ساعت 5 صبح هست، 31 مرداد 1404. این ماشین ID4 رو حدود 2 هفته که من تحویل گرفتم، 12 روز تحویل گرفتم. الان اگه خدا بخواد میخوام برم به سمت گرگان، از سمت مشهد به سمت سبزوار شاهرود هم گرگان. حالا بریم ببینیم چه خبر میشه و چجوری میشه، شارژش چجوری میشه تو راه. بقیه‌اش رو تو راه بهتون توضیح میدم. خب دوستان ببینین، الان ماشین زده 100% شارژ داره، 434 کیلومتر راه میره و ما الان البته بدون کولر هستیم. اینجا من کولر رو روشن بکنم، الان کولر که بیاد توی مدار و باز مجدد من شارژ رو بزنم، بله اینجا میگه 100% و 396 کیلومتر راه میره. حالا بریم ببینیم چطور میشه، تا سبزوار چقدر کم میکنه، چی جوری میشه اصلا، باز تو را بهتون توضیح میدم. چطوری میشه تو را کم میاریم، شارژ نمیاریم. بریم به سمت سبزوار و شاهرود و گرگان. ساعت 5 صبح است. ماشین بسیار بسیار سکوت تو جاده، فوق‌العاده عالی هست. شارژمون هم که همکنون میبینین هنوز راهی چون نرفتیم، حدود 5 کیلومتر شاد راه رفتیم. خب الان ساعت 6 و تقریبا 10 دقیقه است. حدود 25 کیلومتر مونده به نیشابور و از زمانی که حرکت کردیم اگه دقت کنین شارژ ما 63% و 223 کیلومتر هم زده که مونده تا شارژ تموم بشه. ببینید سربالایی ها رو مصرفش میره بالا، اینجور که من نگاه کردم تا الان، و سرپایینی ها یه مقداری شارژ رو اضافه میکنه. ولی خب بهترینش اینه که توی یک مثلا سطح صافی باشه که بتونه راحت راه بره. یعنی اونجوری نیستش که یه مقدار سربالایی باشه مصرفش خیلی بالاست. اگر جاده صاف باشه مصرفش فکر می‌کنم درسته، ولی یک مقدار مصرف به نظر من بالاست. حالا هنوز مونده تا سبزوار تا ما نظر بده ببینیم چی میشه. الان من بین خطوطش رو فعال کردم و گاگودالی که من حواسم نیست از لاین خارج میشم آلارم میزنه که حواست باشه از لاین میخوای خارج شی و خودش ماشین رو میاره داخل لاین. یعنی به هیچ عنوان نمیذاره که از لاین بیرون بشی، فرمون میده خودش و فقط میگه اینجا دست بذار روی فرمون که بوق میزنه. خب ما الان اومدیم نیشابور، جاتون خالی حلیم خوردیم و اینم آش و حلیم در نیشابور. حالا باز می‌بینیم که ادامه مسیر رو بریم.
خب الان 195 تا مونده و شارژمون و 55% هم زده. از مشهدم که اومدیم نیشابور. همین چه بهتون گفتم یه مقدار مصرفش بالا هست. حالا باز بریم تا سبزوار. عزیزان ما رسیدیم به سبزوار. دقیق 255 کیلومتر از خونه ما انگار که راه افتادیم مسافت اومدیم. الان هم شارژمون 22% و 78 کیلومتر مونده و اینجا هم که جایگاه شارژ هست که داریم میریم ببینیم کار میکنه که ماشین رو بزنیم زیر شارژ. خب ما الان اومدیم به جایگاه شارژ سبزوار. همینطور که میبینید این هم جایگاه هست و الانم میخوایم موبایل رو بزنیم، منتظر اسکن کارت. اینجا هم که اسکن میکنی کارت رو و شارژ میکنیم. خب ما متاسفانه اون جایی که واسادیم اینترنت دستگاه قطع بود و جواب نداد. اومدیم اینجا، حالا ببینیم اینجا چیکار میکنه اینترنت رو. خب دستگاه رو باز میکنیم مجدد و شروع رو میزنیم اسکن. انصراف، شروع، لاین 1. خب اینجا ادامه نوشته جهت شروع کنید. ادامه 1 ادامه. خب تایید. در حال آماده سازیه. در حال آماده سازی هست. حالا ما شارژ رو برداریم و داره میگه در حال آماده سازی. بعد واسطی تا بس ببینم. خب حالا اینجا ما بله هنوز که داره میگه در حال آماده سازی برای شارژ هست هنوز. خب اینجا فرآیند شارژ شروع شده و همینطور که میبینید داره شارژ انجام میشه و اینجا هم خودرو سبزش روشن شده، یعنی داره ماشین شارژ میشه و سازمان ببرمش جلوتر. سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سبزوار. اینجا هم 40 اینجا که نوشته 45 دقیقه تا زمان باقی مانده شارژ مونده. حالا بریم که باز بقیه مسیر رو ببینیم چه خبر. خب ما از سبزوار شارژمون تموم شد، حرکت کردیم. شارژ رو تا 90 و تقریبا 7 شارژ کردیم که یک بنده خدا اونجا بود گفت سعی کنین تا 100 نشه، مثلا 95 یا بیشتر نشه که موقعی که میخواد معکوس شارژ بگیره فشار نیاد رو باتری و سعی کنین بیشتر نمیشه که ما هم دیگه به حرف بنده خدا کردیم 97 قطع کردیم. 97 حرکت کردیم که الان هم حدود 20 دقیقه که از سبزوار حرکت کردیم به سمت شارود. شارژر هم انجام دادیم و فقط یک موضوعی که خیلی جالب بود که این بنده خدا هم به ما گفت که ما اونجا حقیقتا با نرم افزار خود شارینت ما اومدیم توی خود سبزوار شارژ رو بگیریم. اونجا شارژ اینترنت خود شارینت دستگاهش قطع بود و شارژ انجام نمیشد که این بنده خدا گفت اگر کارت
شارینت رو داشته باشی، کارت مپنا رو داشته باشی، میتونی راحت بدونی که این بنگار وصلم باشه برات شارژ انجام میده، که ما دیگه همونجا توی شارینت ثبت نام کردیم و که کارتش بیاد خونه. و اینم حتما مد نظر داشته باشید که کارت شارژ رو حتما از توی سایت شارینت بخرید. الان که داریم میریم فوق العاده رانندگی جذاب و خیلی خوبی داره، نرم، کنده شتاب زیاد، کولر خیلی خوب. فعلا که مشکل خاصی خدا رو شکر نداشت تا الان. اومدیم میامی. جالبه که میامی هم یه دونه شارژ داره و جالبه که روش هم نوشته سالمه و حالا میخوایم بزنیم ببینیم کار میکنه یا نه. اگر کار کرد باز بهتون خبر میدم که تو میامی هم هست. حالا فعلا داره میزنیم. متاسفانه ایستگاه میامی از دسترس خارج بود و ما نتونستیم شارژ بزنیم. و یه چیز جالب که باز به اصلاح توی این موضوع کشف کردیم این بود که باد به شدت، باد که الان هستش سمت همین میامی و انگار سبزوار به سمت میامی، باد خیلی شدیدی هست. این باد متاسفانه سرعت هم که اگر یه مقداری بری بالا 110-120 تا بری، باد به شدت مصرف میبره بالا. یعنی ما الان تقریبا میشه گفت مساوی داریم میریم. یعنی الان ما حدوش 85 تا تقریبا مونده به جایگاه سوخت شارود که ما 85 تا داریم. یعنی دقیقا ما مساوی داریم میریم که حتی مجبور شدیم فعلا کولر رو خاموش کنیم. ولی خب باید اونجا ما یه مقدار یواشتر میرفتیم که ما تون اومدیم و از 100% هم ما اونجا 97% زدیم. یعنی همون 3% هم باز اینجا به ما اگه مثلا 100% میزدیم میتونست شاید ما رو برسونه. فعلا داریم میریم باز به شارود. احتمال زیاد که حالا ما به شارود که میرسیم، ولی خب بدون کولر فعلا مجبوریم بدون کولر بیایم. فعلا ساعت تقریبا الان 1:40 رسیدیم به شاهرود. 5% شارژ مونده بود با هلوش تقریبا 15 کیلومتر. یعنی با یک تقریبا میشه گفت دقیقه ما رسیدیم. یعنی نمیشه دیگه، یک چند کیلومتر دیگه می بود واقعا دیگه شارژ نداشتیم. اینجا هم جایگاه کرمان موتور در شاهرود هست. مال کرمان موتور هست توی شاهرود که اینجا هم از تقریبا 5% تا 100% رو زده 90%. یعنی 1.5 ساعت زمان میبره که بخواد شارژ کنه. الان اینجا هم زدیم زیر شارژ تا باز ادامه مسیر رو بریم. فعلا که خوشبختانه حالا مشکلی نخوردیم. خب ما الان هولوچ تقریبا 82 تقریبا 2-3% شارژ شده ماشین. ساعت 3 و تقریبا نیم هم هست و 2 تا دوست دیگه هم اومدن و یکم آودی Q5 که اینم که فکر میکنم شما از کجا اومدین؟ از اصفهان. الان مشکل چیه؟ سمنان دوباره شارژ زدیم داخل شارژ خانگی و 2 مرتبه اومدیم تا اینجا با استرس. از اینجا که شارژش کنیم بریم سبزوار و از سبزوار هم بریم مشهد انشالله به سلامت. شما هم که ماشینتون میشه چی؟ ماشین من آریزو 5 برقی هست. از تهران اومدم. متاسفانه چون
مرکز استان سمنان که خودش سمنان باشه، نه سمنان نه دامغان هیچ ایستگاه شارژی نداره. مجبور شدم از تهران بیام جاده هراز نارنجستان شارژ کنم، دوباره بیام بابل اون مقدار مصرف شده دوباره شارژ کنم، از جاده کیاسر بیام و با استرس 10% از شارژم بیشتر باقی نمونده بود که رسیدم اینجا. حالا که انشالله منتظریم شارژ بشیم و بریم سمت سبزوار و بعدش هم مشهد انشالله. اینجا هم که متاسفانه دو تا جایگاه هست که 4 تا انگار ناظر داره و از 4 تا 2 تاش همزمان کار میکنه، یعنی 2 تاش عملاً استفاده نمیشه، یعنی همزمان نمیشه 2 تا رو با هم استفاده کرد. یعنی باید یک دونه این بر شارژ بشه، یه دونه اون بر شارژ بشه، باز مجدد اینا برن که باز مجدد این بر شارژ بشه. ببینید دقیقاً زمانی که ما انگار نازل رو قطع کردیم که این آودی میخواست بزنه، همون لحظه متاسفانه برق سراسری رفت تا 2 ساعت. اینه که دیگه از مشکلاتی که متاسفانه به خاطر نبودن جایگاه کم دیگه مجبور این واسطه تا این 2 ساعت تا این جایگاه برق بیاد باز بخواد شارژ کنه، تا اون موقع هم 2 نفر دیگه هم باز اضافه میشن اینجا متاسفانه. فعلا با عزتون. و تقریبا 7 کیلومتر مونده به گرگان که خیلی خیلی جالبه که شارژ ماشین حتی بعضی جاها بالا رفته نزدیک 40 کیلومتر. یعنی ما الان شارژ باتریمون تقریبا چیزی حدود 40 کیلومتر اضافه شده، یعنی تا شارژ باتریمون تا 50% میرسید 47 48 49 که باز الان دوباره باز شارژ باتری ما رسیده به 56%. شاهرود به سمت گرگان که میخواستم بهتون بگم که حتی بهتون جالبه که شارژم میده، یعنی به هیچ عنوان نگران نباشین کم نمیاد، یعنی اگه با 1% پایینی هم بیاین به هیچ عنوان کم نمیاد باشین. این هم خیلی جالب بود که من دیدم. خب ما رسیدیم گرگان و الان هم که میرم داخل ماشین شارژ بهتون نشون میدم که چقدر است. خب شارژ ما الان 50 شارژ 59% و 238 کیلومتر دیگه هنوز میره. از شاهرود که زدیم دقیق تو گرگان الان این انگار شارژ به ما داره میده و این نشان رو میده که 59% و 238 کیلومتر دیگه میتونه بره. روز دوم سفر هست که از گرگان میخوایم حرکت کنیم مجدد به سمت مشهد انشالله. شارژش هم که بریم نگاه کنیم ببینیم چقدر هست. شارژرم دیروز اینجا به پریز زدیم، دیشب به پریز زدیم و صبح هم شارژ کشیدیم. خب الان که ما وارد ماشین شدیم چون که 2-3 دفعه در از اون موقع باز کرده بودم و کولر روشن بود، شارژ شده 99% وگرنه 100% بود. الان 100% شارژ داره، انگار 99% شارژ داره. میخوایم از گرگان حرکت کنیم به سمت مشهد. اینجا زده با کولر 397 کیلومتر با کولر میره. اینجا ما کولر هم خاموش کنیم یه لحظه مجددا.
میشه 445 کیلومتر زده میره با بدون کولر. بریم باز ادامه مسیر ببینیم چی میشه. خب عزیزان، ما الان ساعت 9:30 هست، 9:30 هست که داریم از گرگان، جایی که گرفتیم برای استراحت، داریم میریم بیرون به سمت مشهد، بریم به سمت شارود، اونجا هم بنزین بزنیم. و بس گفتیم بریم بنزین بزنیم، تو صحبت هم گفتیم بریم بنزین بزنیم، در صورت که ماشین دیگه برقی و باید بریم جایگاه برق ماشین رو شارژش کنیم. از سمت گرگان داریم کم کم میریم بیرون به سمت شارود. الان حدود 3-4 دقیقه که حرکت کردیم. اینجایم شارژمون 98% و 384 کیلومتر هم مونده. حالا بریم تا شارود برای شارژ کردن ماشین. ما الان رسیدیم به جایگاه شارژ شارود و خود شارود. باقی مانده شارژمون از گرگان که حرکت کردیم 51% و 183 کیلومتر میره تا هنوز مونده که بره، انگار شارژ داره توش. بریم اینجا شارژ بزنیم ادامه مسیر. خب اینجا هم ایستگاه شارود مجدد، ایستگاه شارژ شارود کرمان موتور که محبت کردن 2 شارژر رو اینجا گذاشتن که باز مجدد اومدیم اینجا شارژ کنیم. ما الان شارژمون تموم شد. تقریبا 1.5 ساعتی هست که این آیدی فور دیگه هم اومد. جناب سلام، خسته نباشید. حالا به دوستان گفتن یه صحبتی کنید. ما حالا بحث این که این چند روزه همیشه اومدیم این ایستگاه، حالا تو محدود شارود بودیم، معمولا شارژا و دستگاه شارژ کم بوده، یعنی دوستان تو نوبت بودن، احساس میشه که داره میزان استقبال زیاد میشه، دستگاه شارژ کمه. حالا اگه بعضی از دوستان هم دستن در کار هستن این موضوع رو، این بحث کارزار انتخاب و افزایش دستگاه شارژ که توی شبکه‌های اجتماعی پخش شده رو حتما تایید کنن. این بحث کارزار بشه به شدت که تعداد ماشینا داره بالا میره و حالا این بحث وقفه و ایستگاهی هم که الان جدیدن احداث شده، حداقل ایستگاهی که بین مشهد تا شاهرود هستش و سبزوار، مثل ایستگاه مارال کاری خوب قشنگی انجام دادن، ایستگاه‌ها رو اضافه کردن، ولی هر چه زودتر ان شاءالله فعال بشه که پیک ایستگاه سرشکن بشه تو همین ایستگاه. خیلی تجربه خوب بود. من گردنه مختلفی رفتیم، بسیار عالی بود. ما گردنهایی رفتیم که بالاخره اگه با ماشین بنزینی می‌رفتیم همیشه مشکل کلاش و لنت و سوختگی و بقیه موارد داشتیم. گردنهای با شیب‌های بسیار بالا رو که البته ما با سرعت پایین کنترل می‌کردیم ماشین با 28 کیلومتر در ساعت، خروجی خیلی موفقی داشت. جایی که احساس می‌کردیم استرس داشتیم که الان شارژ تمام میشه، خب توی بازیافت میومد و شارژ خیلی خوبی هم میداد. همه دوستان حالا ضمن که یه هیجان خاصی هم داره، تجربه خوبی داره. من تا سومین سفر بلندم بود که این ماشین رو همینجوری محک زدیم با شرایط شارژ ایستگاهی. بله شارژ ایستگاهی که الان داشتیم. خب تقریبا خیلی از موضوع مدیریت و شکل مصرف حالا برقی عادتش با بنزینی متفاوته. یه مقدار باید استفاده کنین، کاربری کنین تا شرایطش رو هم شتابش و هم از کجا بهتر بتونید سرعت بالا حتی 140-150 تا تو جاده باش برید، کجا سرعت پایین برید مدیریت کنید. از نرم افزارهای حالا مربوطش هم استفاده کنید، بهره ببرید که در زمانهای خاص بیشترین بهره وری رو از ماشین بتونید بگیرید. ممنون از کلی دوستان بچه‌ها. دستتون درد نکنه جناب نوروزی عزیز، محبت کردیم. شارژمون در شارود حدود 91% ما شارژ کردیم، چون این بنده خدا هم تو نوبت بود، گفتیم که زیاد علاف نشه، معطل نشه به خاطر این موضوع. 91% شارژ کردیم تا سبزوار احتمال زیاد، چون این ور شیب هستش، میره
بریم سبزوار انشالله که سبزوار باز در خدمتتونم انشالله اونجا هم که ببینیم چی میشه. خب اینجا ببینیم میشه تست سرعت باش بگیریم جاده رو یا نه. رسیدیم به سبزوار. تقریبا 10% از شارژمون مونده که 1% الان چون زدم رفت بالا. 9% از شارژمون مونده بود با 30 کیلومتر که ما اونجا 91% شارژ زدیم و اگر اون انگار تقریبا 89 تا هم زده بودیم خب بیشتر راه میرفت. با این درصد رسیدیم به سبزوار. اینجا هم در حال شارژ کردن ماشین در سبزوار هستیم که انشالله یا خدا بخواد به سمت مشهد ببینیم باز چی میشه. به سمت مشهد فعلا خدا را شکر هیچ مشکلی نخورد. خب ما سبزوار 100% شارژ کردیم. الان کولر روشنه و اینطوری که داره نشون میده کولر رو خاموش کنیم. اینجوری باز نشون میده 378 کیلومتر. حالا این چه چیزی داره که بعضی موقع 400 خورده نشون میده؟ اینو من هنوز متوجه نشدم. الان با 100 تا 378 کیلومتر. البته با فکر میکنم با مود رانندگی که من قبلا کردم این میاد میسنجه که چقدر نشون بده. فعلا 100% شارژ داریم با 378 کیلومتر پیمایش. بریم به سمت مشهد انشالله ببینیم چی میشه. عزیزان ما همکنون از گرگان اومدیم به سمت مشهد. شارژمون حدود 9% باقی مونده. یعنی از سبزوار که ما زدیم 9% مونده. یعنی از سبزوار که شما حرکت کنی ببینین رفتن تا سبزوار تقریبا یک شیب خوبی داشت ولی برگشت به خاطر که شیب یه مقداری باز برعکس میشد و سربالایی بود. اینجا باز ما چی بیشتر مصرف کردیم، یعنی از رفتن بیشتر مصرف کردیم، پس بنابراین برگشتمون بیشتر مصرف شد. رفت کمتر برگشت بیشتر. خب ببینین عزیزان، میخواستم اینو بهتون بگم که از مشهد ما حرکت کردیم به سمت گرگان. از گرگان تو خود شهر گرگان ما دور زدیم با ماشین، برگشتیم اومدیم رسیدیم مشهد. 1300 کیلومتر ما با این ماشین رانندگی کردیم و اینو بهتون بگم که روی 260 تا میشه باش حساب کرد. یعنی تو جاده اگه بخوای بدونی که میره باید تو 260 تا باش حساب کرد، بیشتر نمیشه. چرا؟
میشه، فقط به شرطی که خیلی خیلی دیگه نرم، یعنی دیگه 90 تا بیشتر نری، خیلی نرم بری که بشه مثلا چی حدود 300 خورده راه بره، یا کولر نداشته باشی، شرایط مختلف. ولی دیگه شما 260-70 تا رو باش میرین. این از این موضوع. بیشتر نباید روش حساب کنین. شاید تا 300 خورده هم بره، واقعا میره، 300 خورده هم میره. فقط باید شما بگین آقا الان از پمپ مشهد تا پمپ سبزوار 250 تا، پس من میرسم. از سبزوار تا شارود 250 تا، پس من میرسم. اگر حالا وسطاش اومدن زدن، مثلا نیشابور رو زدن، باز بین سبزوار و شارود رو میامه رو زدن، دیگه شما با خیال راحت هم میتونی با سرعت خیلی بالا بری. دیگه فوقش تموم شد، میای چیکار میکنی؟ میای مثلا نیشابور میزنی، باز بینش میامه میزنی، با خیلی راحت. دیگه بگه به آمپر شما به هیچ عنوان به درجه شارژ و اینا اصلا نگاه نمی کنی. این کل مطلبی بود که من متوجه شدم توی این سفر. باد، سربالایی، سرشیبی، کم و زیاد، اینا خیلی روش اثر داره. حالا اینا رو ما توی ماشین برقی میبینیم ولی تو ماشین بنزینی نمیبینیم، چون اونجا صدیش مثلا صدی 7ش میشه صدی 11، صدی 10، اونجا دیگه متوجه نمیشیم. فوقش تموم شد، خب میریم بنزین میزنیم، اونجا متوجه نمیشیم. ولی اینجا چون درجه جلومون هست، آمپر جلومون هست، دائم اینو چک میکنیم. این که از این موضوع. ولی میخوام بهتون میگم در کل کسی که ماشین برقی سوار بشه واقعا دیگه نمیتونه بنزینی سوار شه. یعنی به نظر من، البته نظر من، خیلی خیلی جاده خوب، شهر خوب، بی سر صدا، نرم، کند شتاب فوق العاده عالی، همه چیزش عالی، فوق العاده است. تو شهر که به هیچ عنوان ما مشکل نداریم، چون خونه میزنیم زیر شارژ و تو شهر راه میریم. تو جاده هم فعلا چون زیرساخت آماده نیست، یکم مشکلات اینجوری داره، ولی در کل فوق العاده است. این کل مطلب. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کامل ببرید. امیدوارم که به دردتون بخوره. شب خوش، خدا نگهدار.